یا ریدی مقامات علیه سطر بازداشت و در اداره هشت ممکن نیست خطر ممکن نیست سطر ممکن نیست توجه خونه بنده خدمت انا من آخر دو نفر کشوله کرده و پدوال بردن همچو خر برین. خدا قسم روز قیامت خیلی سخت است. اگر پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم امروز تشریف می داشتن و امروز زنده می بودن می دیدن که دختران امتش حجاب را آتش می زند، اگر رسول ما صلی الله علیه و سلم امروز زنده می بود و می دید که دخترانش حجاب اسلامی را آتش می زند، چه می گفت؟ از ما چه شکایتی داشت؟ از ما چه گله می کرد؟ مگر اون زنان ما نیستن؟ خواهران ما نیستن؟ دختران ما نیستن؟ پیامبر به ما چی می گفت؟ که ای امت من شما که غیرت داشتید، ای امت من شما که عمر داشتید، ای امت من شما که ابوبکر داشتید، ای امت من شما که عثمان داشتین، شما که علی داشتین، شما که حسن داشتین، چرا بی غیرت شدین؟ چرا میبینین که خواهرتون حجاب ندارد و خوشحالین که ما نماز میخوانیم؟ این امر خداست نه امر من. الله جل مجدوه میفرماید حجاب امر خداوند حکیم است. پس خواست من از جوان عزیزم ای است، از جوانان دین دوست و عاشق، از جوانانی که واقعا شب و روز عزیزان به من تماس میکشن میگن جناب مولانا من قبلا شراب میخوردم الان توبه کردم خدا مرا میبخشد. بنازم به تو ای جوان، تو محبوب الله هستی. اگر در این صف هستی تو محبوب الله هستی که توبه کردی. جوان تماس میگیره جناب مولانا من زنا کرده بودم الان توبه کردم الله مرا میبخشد. بله میبخشد، الله کریم است، الله رحیم است، فقط تو توبه بکن. عزیز من، برادر گرامی من، حجاب امریکی هست؟ الله قسمی که نماز فرض است، حجاب هم فرض خداست. وقتی که به دخترت میگی نماز بخوان برش بگو حجاب بکن، فرض خداست. من و تو میتوانیم سر دختر خود حجاب بیاندازیم، من و تو میتوانیم سر همسر خود حجاب بیاندازیم. امروز فعالان مدنی نیستن، امروز اونهایی که مدافع حقوق زن بودن در حالی که زن ستیزن، امروز میگن دنیای غرب. من یک سفر را کسی نشان دادی خواهر یک چیز نوشته کرده بود، اونجا نوشته کرده بود که سهم ما از دین شلاق خوردن است. چه تعبیر غلط از دین میکنن، چه قرائت غلط از دین میکنن، در حالی که به خدا قسم رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید الجنة تحت اقدام الامهات، جنت زیر پای همین زنان است. میگه اسلام به زن ارزش نداره. میگه این سخن فرسوده و زنگ زدن چند روز پیش است، این سخن چند تا ملا هست. حال دنیای متمدن و پیشرفته است. از کدام تمدن حرف میزنی مادر من؟ از کدام تمدن حرف میزنی خواهر من؟ از تمدنی که زنان را با سگان ازدواج میدهند، از همین تمدن حرف میزنی. از تمدن حرف میزنی که هیچ زن در دنیای غرب با 100 تا مرد کمتر ارتباط نامشروع ندارن. از همین تمدن حرف میزنی که بهترین زنان را در پوست چاکلیت عکسش را کشیدن زیر پای من و تو لگدمال است. از همین تمدن حرف میزنی. از تمدن حرف میزنی که پسر به پدر احترام ندارد، مادر به دختر به مادر احترام ندارد، زن به شوهر احترام ندارد، شوهر به زن احترام ندارد. از تمدن حرف میزنی که در آمریکا مجله نیوزویک نوشته میکند در هر روز 4000 زنای جبری اتفاق میافتد. از کدام تمدن امروز مادر حرف میزند؟ عفو میخوایم که این را میگویم. همین هفته پیش در هندوستان یک زن به همراه یک تا مرکب ازدواج میکند. از این تمدن حرف میزند. از کدام تمدن امروز خواهر مسلمان ما ترقی داریم؟ کو ترقی را که محمد آورد صلی الله علیه و سلم. زنان زنده به گور می شدن، رسول خدا دست زنان را گرفت گفت نه این گل سرسبد است، این گل سرسبد است.
پیامبر آورد ترقی و تمدن و پیشرفت زنان را. در هندوستان اگر مرد را به قتل میرسانید، در برابرش در جزای او زنش را میکشتند. در فرعونی ها در مصر زنان را میگفتن خبیث و شیطانن، فقط اینها آله هستن که ما استعمال بکنیم وقت لذت جویی، دیگر به کار نمی آیند. در جزیره العرب زنان وقت مریض ماهوار می شدن چیکار میکردن؟ اون را می بردن به همراه خران و به همراه گوان یک جا بسته میکردن که این عذر شرعی پیدا کرده، دیگر ما به همراه یزی صحبت نمی کنیم تا زمانی که پاک می شدن. پس امروز وقتی حرف میزنن از تمدن، از پیشرفت، از ترقی، از کدام تمدن و ترقی و پیشرفت حرف میزنن؟ در حالی که ترقی و تمدن فقط یک ذات آورده هست، یک شخص آورده در دنیا. با آواز بلند میشم کی هست؟ محمد صلی الله علیه و سلم. دوستان من، سروران من، پس خواهش من از شما این است که دست دختران و دست خواهران خود را بگیریم که روز قیامت الله جل مجدو از تک تک و فرد ما الله جل مجدو پرسان میکند که چی کردی؟ از تک تک و فرد ما پرسان میکند. الله جل مجدو میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنان خودتان را و اهل خانواده تان را از آتش جهنم نجات بدهین. فرد و تک تک ما در برابر پروردگار صف میگیریم، از ما الله پرسان میکنه چی کردیم.